هر کسی که در عائله از حد زیاد به تلفن موبیلی داده می شود یا در فضای مجازی می شیند، این یکه و تنها شدن انسان است و بخصوص بعضی از جوانایی که نوخانه‌دار می شوند. در تجربه زندگی دیده ایستادیم یا مثلا از شکایتی می شنویم که مثلا همین عروس نوخانه‌دار تا 3-4 ماه لباساش حداقل آویزان نمی‌کند یا صندوقش رو نمی‌گشاید که مثلا همین لوازماتش رو جابجا کنه در خانه‌اش. این چی معنا دارد؟ یعنی با زندگی یک نمود دلسرد رفتار میکنه، چون از روزی آمدنش نقشه برگشتن داشت. من متاسفانه چند روز پیش شنیدم که مثلا یک عائله‌ای که 7 سال با هم زندگی میکنن، زندگی خوب دارن، با سبب یک شیشه پپسی همینا طلاق گرفتن. متاسفانه یعنی خطای تقدیری بگیم، اگر همین پپسی رو از یادش برآورده است، همین پپسی نآورده گفته چنان فیغان میشد، چنان ناسپاسی، حتی تا جای میبرد که تو نمیخواستی، تو همین پپسی را قصدن نآوردی، میگه فراموش کردم، فردا 10 تا پپسی دارم، تو نمیخواهی طلاقم رو بیده.